سلام بچه‌ها، امیدوارم خوش اومدین به این ویدیو جدید. امروز با هم دیگه میخوایم بریم ایونت های جدیدی که داخل بازی ای فوتبال اومده با پکا رو بررسی کنیم و ببینیم اینا ارزش دارن یا نه. خب اول میریم تو مچ، این قسمت ببینیم چی اضافه شده امروز. اینی که الان من روش وایسادم، این اوروگوئه اضافه شده با این دوتا بارسا که اینجا هستن. حالا این اوروگوئه واقعا پکش ارزش داره. حالا دلیلش اینه، شما ببینین میان پایین ببینین 1000 تا پوینت که 300 تا جی پی، 2000 تا 500 تا پوینت و 3000 تا یه فری بهتون میده برای اون بزرگ کم که میرم بهتون میگم. حالا این هم یه اسکیل بهتون میده که اسکیلش رو بذاریم ببینم اینا چند تاییه. خب اینو فهمیدم چطوریه. اینم پک به نظر من خوبی اگه بخوایم بریم باز کنیم. حالا اینم واقعا خوبه، رندوم بوستر داره، تو رندوم بوستر میده. اما به نظر من اگه میخواین اینو بریم بازی کنی، حالا من خودم اینو داشتم فعلا میرفتم، اینم چون یه رندوم بوستر میده که دیدی من اینم رفتم. بعد حالا این چند روز آخر که مونده به ای فوتبال 2026 کلا مثلا دیگه کوینی نمیدم بهتون، مثلا تو بخش آنلاین ببینی الان تو آنلاینی میگه که 2 تا اسکیل میده کوین نمیده، تو اینم 2 تا اسکیل میده کوین نمیده. حالا میرم سراغ پکا. توی پک اینجا اون پک چمپیه بهتون گفتن 3000 تا رایگان بهتون میده که بازیکنایی که واقعا توش خوبن، یکی این دکلن رایسه که اگه میخواین که هافبک سانتگون و کاشتسن واقعا به دردتون میخوره. از اون این دورانوماه که میشه اوورالش 101 هم عالیه. این کارت هالند میشه 101، این کارت یامال میشه 100، کارت رافینیا میشه 99. این 4 تا کارت سکسی که الان من بهتون نشون میدم، این ردیف کلا کارت ها میشن 99 بغیر از لوتارو مارتینز که فکر کنم میشه 100. لوتارو مارتینز بعد میرسیم به پایین ها که دیگه کم کم چطور میشه و بهتر بازی کن. به نظر من تو این پایین ها که شاید مثلا به دردتون بخوره همین شزنی و با این براهیم دیازه. خب میریم حالا سراغ این پک. اینو الان نیومده، از خیلی وقت پیش اومده. حالا این پک 11 تا بازیکن توشه که فقط 2 تاشون به اوورال بالا استاد میرسن با 100 که الان این سالیبا فقط 100 میشه با این جمال موسیالا که به نظرم این پک اگه میخوایم بزنیم ریسک داره. حالا این پک درسته ریسک داره ولی 33 تا بازیکن توش، ولی بازیکنای خوب داخلش زیاده پس اینکه بالا 100 برن. این تو فقط 2 تا هستش. حالا میرسیم به این پک که یعنی به نظر من واقعا پک ارزشی داره بزنه. پک پرتغال که کریستیانو رونالدو 107 است که شاید هم به 108 برسه، نونو مندس 103 با ویتینیا 104. حالا این پکی که داریم میبینیم دارای 2 تا شو تایم و یه بیگ تایمه با هایلایت هایش زیاد به درد نمیخوره. تهش این روبن دیاس و برناردو سیلوا به دردتون بخوره. بعد نرسیم به این پکی که همین امروز وارد بازی شد، یعنی امروز که من این ویدیو رو میذارم، که همون پک گلت بیله که اینم ارزش داره 150 تا بازیکن توشه، اینم 150 تا. حالا این پک ژاپن رو خودم نرفتم داخلش رو ببینم و الان که میبینم 150 تا بازیکن برای بازیکن مثلا این 96 که میبینید این میشه 101، اینه که میشه 102، اونه که میشه 103.
این پکیج ژاپن شاید بگه مثلا خب بازیکنش کم ارزش داره، ولی اوورالش اونقدر نیست. مثلا این 101 رو خب تو به جای اون کوین بزنی برای اون، بیا داخل این پک بزن که دوناروما که خیلی به درد میخوره یا هالند خوبه بگیری. حالا میرسیم به سراغ اینجاها که اینجا فکر کنم تا چند روزی که اینا برن. سرمربی مارتینز، سرمربی پرتغال که 89 هم داره و مربی که اگه مثلا بگیرش 500 تا کوین ارزش داره. 4 تا هم ایکس پی 4000، 10 تا هم ایکس پی 4000 تایی بهتون میده. این مربی هم همینطوره. این پک بلژیک هم تا 6 روز دیگه هستش که بازیکنان که فقط توش ارزش دارن، بذارید من خط میکشم دورشون. این کورتوا با این مهاجمه که نمیشناسمه که فقط میرسن به 100، یعنی اینا ارزشی ندارن فعلا برای ما. و اون پک فرناندو تورس، نیمار و مسی هم از بازی خارج شدن و این پک مربی هم مونده، حالا ندیدمش، که کوی کانتر 80 داره با اون اولیه‌اش هم که 89. ولی به نظر من مربی باید مربی باشه که کوی کانتر 89 داشته باشه. مثلا تو اینجا مربی میگه به خاطر اینکه کوی کانتر حالتیه که وقتی که بازیکن تو بلو بدن تا از بازیکن سعی میرن برای پرس شدید و اینطوری خوبه. حالا تو بخش مربیایی که میتونید با جی پی بخرید، می فوتبال هنوز یه نقطه ضعفی که داره، هنوز ژابی آلونسو رو سرمربی نکرده. اینجا که داری میبینین هیچ سرمربی اصلا خیلی چرت و پرت آورده گذاشته که میگن مثلا 43,000 تا ارزش داره که فکر کنم این تا ایفوتبال 2026 روز بشه. حالا این روبرتو مارتینز هم که همونجا پک بازیکنی بگیر و تنها مربی هم که گرونه همین ایشونه، پپ گواردیولا که من دارمش. تو اینجا هم زیاد چیزای تغییر نکرده. این وینیسیوس جونیور هم فکر کنم که تنها کارتیه که از این کارت های معمولی میشه اوورالش 100 فکر کنم داخل با هم ای فوتبال 2026 همون 100 بمونه. حالا میایم اینجا به مناسبت قرارداد تمدید قرارداد آرسنال با کنامی یه کارت رایگان بهتون میده که حالا من دارمش بهتون نشون میدم. کارت اودگارد 100 که کلا مجانی بهتون میده. حالا میرسیم به این پک که خیلی وقت اومده تو بازی که توش فقط این ساکا استاد میشه، دکلن رایس 99 میشه و دیگه چیز آنچنانی نیست که بهتون بگم. فقط میخوام بهتون بگم که حواستون رو جمع کنید این چند روزش به زیاد برکاتتون دست نزنید، به خاطر که آپدیت جدید بخواد بیاد برید تو سیزن 2026. حواستون برکاتتون باشه. کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید که همه کامنتاتون به من انرژی میده. خداحافظ.